سرخط خبرها. امروز نه فقط تنها مدیریت و کنترل تنگه هرمز به دست نیروهای مسلح ماست، امروز کلا مدیریت مقابله با این دشمن متجاوز خبیث و شقی دست ماست. سایه جنگ خطرناک بر مذاکرات و آتش بس، موضع‌های سخت و پیام‌های تهدیدآمیز. جمهوری اسلامی میگوید آتش بس دامی برای حمله زمینی است و برای جنگ خطرناکتر آماده هستیم. رئیس ستاد ارتش پاکستان پس از ایران با آمریکا می رود و واشنگتن گفته توافق نشود جنگ بزرگتر حتمی است. روسیه و عربستان در تلاش حل تنش‌های افغانستان پاکستان. نماینده ویژه روسیه میگوید کشورش آماده میانجیگری برای حل تنش‌های کابل اسلام آباد است و تنش‌های پسین میان دو کشور سبب به تأخیر انداختن پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای همچون ساخت یک پالایشگاه نفت و خط آهن در افغانستان شده است. دا نظام داسې نظام دی فکر نکوم چې د تاریخ په لحاظ د چا سره داسې یو یادونه یي چې یاره په بل وخت کې یا 1500 کال یا 200 کال مخکې داسې هم یو نظام راغلی و. و امارت اسلامی نظام بی‌بدیل برای افغانستان در تاریخ. معاون اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی میگوید نظام کنونی در تاریخ کشور بی سابقه است و شکرگزاری از آن بر همه لازم است. آقای برادر همچنان گفته که از زمان به قدرت رسیدن دیگر برای امارت اسلامی در افغانستان پروژه های مهم انکشافی در کشور روی دست گرفته شده است. سلام، من اسماعیل سادات میزبان شما در خبر پنجوسی هستم. آتش بس دامی برای جنگ است و به هر گونه جنگ آماده هستیم. کنترل تنگه هرمز دست ماست و آمریکایان در آنجا دوام نمی آورند. ایرانیان در حال این موردها را بیان کردند که احتمال از سرگیری مذاکرات بالاست و رئیس ستاد ارتش پاکستان پس از ایران به آمریکا می رود. احتمال جنگ زمینی هم بلند است و ایالات متحده گفته توافق نشود جنگ انکارناپذیر است. برای پردازش و جزئیات بیشتر این خبر همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 با ما وصل است. سلام زریر، وقتت بخیر. اوضاع میان تهران و واشنگتن از چه قرار است و اگر از مذاکرات شروع کنیم تازه ها چی هستند؟ سادات، مذاکرات همچنان ادامه داره. هرچند تازه وزارت خارجه پاکستان خبر داد که زمان دقیق برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در اسلام آباد مشخص نیست، ولی گویا مکانش مشخص شده و پاکستان است و هر دو طرف ایران و آمریکا گفتند که پاکستان تنها میانجی فعلی است و دو طرف روی او حساب کردن. و اما مارشال پاکستان عاصم منیر رفته در کنار وزیر داخلی پاکستان آقای محسن نقوی رفتن به تهران، همکنون در تهران هستن و اونجا گفتگوهای دارن که شاید هم حالا پرواز کرده باشن. به احتمال زیاد میره از تهران واشنگتن تا پیام‌های آمریکا را برده بود به تهران، حالا پیام‌های ایران را ببره به آقای ترامپ و دولتش در واشنگتن. آقای شهباز شریف هم که رفت به عربستان سعودی، از جا قرار است بر بگرده به پاکستان و همزمان وزرای خارجه 4 کشور پاکستان، مصر، عربستان سعودی و ترکیه هم درگیر هستند پشت صحنه. گفتگوها و تماس‌های تلفنی فراوان طی 24 ساعت گذشته داشتن برای زمینه سازی و سرعت بخشی به روند دیپلماتیکی. اینا میخوان پیش از پایان آتش بس 12 روزه مذاکرات از سر گرفته شود یا حداقل این آتش بس تا 45 روز دوام بکنه تا فرصت و هوای برای نفس کشیدن دیپلماسی باقی بمانه. ولی کرملین تازه خبر داده که ما پیشنهاد کردیم که یورانیم غنی شده ایران اون 400 و چند کیلوگرم به کرملین به مسکو انتقال پیدا بکنه، ولی ایره آمریکا رد کرده. البته ایران هم تا حال تایید نکرده. به هر حال پشت صحنه دیده میشه که تلاش‌ها فراوان جریان داره و امکان داره که تا 2 روز دیگر یا تا 1 روز دیگر یا تا حداقل چند روز دیگر مذاکرات در اسلام آباد برگزار شود و حتی در صورتی که دو طرف این بار بتوانند به توافق برسند، دونالد ترامپ خبرهایی به گوش میرسه که آمادگی سفر به پاکستان را گرفته که بیا به پاکستان و شخصا توافق را امضا بکنه. شبیه
آنچه که در 7-8 پایان دادن به جنگ ها به ادعای خودش شرکت کرد و توافقنامه را امضا کرد، همزمان با اینکه امید به دیپلماسی همچنان زنده است، ولی نگرانی از شکستی آتش بس هم بلند است که رجب طیب اردوغان بار دیگر تهدید کرد، گفت باید جلوی نتانیاهو دولتش را گرفت. اونا به شدت به دنبال به هم زدن آتش بس هستند و این که دیگه مذاکره در کار نباشه. و اما یک مذاکره هم در آمریکا برگزار شد بین لبنان و اسرائیل و آقای ترامپ خبر داد از اینکه تا ساعت دیگر امروز رهبرای لبنان و اسرائیل به احتمال زیاد جوزف اون رئیس جمهوری لبنان با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو خواهند کرد و قالباف گفت که آتش بس در لبنان رنگ گرفته. این نشانه مقاومت و ایستادگی حزب الله است و محور مقاومت هم با ایران یکی است و ما همچنان بر مواضع همیشگیمان چی در مذاکره چی در جنگ خواهیم ایستاد. خب زلیل، خودت به خطر شکستن آتش بس هم اشاره کوتاه داشتی، بخوای بیشتر به این بپردازیم و همزمان میبینیم کارایش جنگی هم بیشتر شده، یعنی ادامه داره. آیا خطر شکستن آتش بس همچنان بالا است و وجود داره؟ واقعا چنین است سادات. ما که این تجربه را از ایران و آمریکا و اسرائیل داشتیم که هر بار در جریان مذاکرات در جریان آتش بس به شدیدترین تنش رو آوردن و عملا بمباردمان و موشکباران را علیه یکدیگر آغاز کردند. تازه حالا هم در آستانه آتش بس مشاور ارشد نظامی و امنیتی مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی باورش این است که این آتش بس نیست، یک سکوت موقت است که خواهد شکست و ما اصلا شخصا گفته طرفداری تمدید این آتش بس نیستم. گفته همکنون همه ناوهای آمریکایی از جمله ابراهام لینکلن در تیررس موشک‌های ایرانی است و همه موشک‌های ما آماده شلیک هستند تا همه ناوهای آمریکایی را به قعر دریا بفرستند. این طرف هم که ما شاهده لشکرکشی بی سابقه آمریکا به خاورمیانه هستیم. حالا زیر 80,000 سرباز آمریکایی که حضور دارند چی؟ تازه چند ناو دیگر با چندین سرباز در مسیر خاورمیانه هستند و سنتکام هم تصاویری از پروازهای جنگنده ها منتشر کرد. ارتش اسرائیل هم خبر داد که نتانیاهو ایال زمین طرح از سرگیری عملیات بر ایران را آغاز کردن. این طرف هم که جنگ زمینی محتمل است از هشدار روسیه گرفته تا آمادگی های سنتکام و اسرائیل که نشان میده به احتمال زیاد اینا وارد جنگ زمینی هم خواهند شد که ایرانی ها میگه ما منتظرتان هستیم و آماده هستیم و حتی میگن که این بار با موشک خیبر با موشک رستاخیز اسرائیل را شخم میزنیم و در اونجا گندم میکاریم و تنش ها گونه به نظر میرسه از اوضاع تصویری برای ما میده که شاید جنگ محتمل تر باشه، آتش بس بشکنه و جنگ زمینی دریایی و هوایی از سر گرفته شود. ولی همچنان ممکن است که این جنگ اتفاق نیفته و آتش بس دوام بکنه تا 1.5 ماه. سپاس. و در آخر هم میخوایم به این بپردازیم زلیل، اختلاف نظرها در مورد تنگه هرمز و وضعیت نفت در جهان از چی کاهت میکنه؟ تازه سخنهای آقای اژه‌ای، محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران را من شنیدم که در مورد تنگه هرمز گفت هرچی آمریکایی‌ها میگن دروغ پراکنی است و تنگه هرمز تحت تسلط و تصرف ماست. سنتکام میگه در 48 ساعت گذشته حتی یک کشتی هم نتونسته عبور بکنه و اما بعضی رسانه‌ها از جمله اسوسییتد پرس و رویترز گفتن که حدود 4 تا 10 کشتی که مربوط به ایران بوده یا به ایران می آمده یا از ایران می رفته عبور کرده تردد داشتن از تنگه هرمز. بعضی تصاویر ماهواره‌ای هم نشان میده که چند نفتکش با چند میلیون بشکه نفت عبور کرده. به هر حال اینا هیچ کدامش تایید شده نیست، ولی یک اختلاف نظری عمیق بین ایران و آمریکا وجود داره بر سر این که تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست و نتیجه داده یا نه. ولی مشاور ارشد آقای ترامپ باورش این است که ترامپ لاف نمیزنه و تنگه هرمز را براستی محاصره کرده و اشاره میکنه به اینکه فروش نفت آمریکا از 2 میلیون بشکه در روز به 5 تا 7 میلیون بشکه در روز رسیده و گفته این نتیجه محاصره تنگه هرمز است. اگر نه چه کسی نیاز داشت از بجای خاورمیانه بیا از آمریکا از راه دور نفت بخره؟ این همه راه را طی کرده از کشورهای حتی پیرامون خلیج فارس که بالا کشورهای منطقه نه، کشورهایی که نزدیکتر هستند به هر حال تنگه هرمز ناامن است. کشورهای اروپایی هم تلاش دارند با جدا کردن اسرائیل و آمریکا از فرایند برای حدود 20 کشور شامل 3 قدرت ایتری زمینه را فراهم بکنن که با ایران به توافق برسن، با آمریکا به توافق برسن و زمینه رفت آمد کشتی هایشان را فراهم بکنن. به هر حال قیمت نفت همچنان در نوسان است و امکانش هست که
تنگه هرمز در آستانه آتش بس کاملا بسته شود یا هم باز شود، ولی ناامن است چون میانگذاری هم رو دریا هم وسط آب و هم تحت البحری زیردریایی گویا میانگذاری های زیادی شده که حتی سپاه گاهی خواسته خودش پاکسازی بکنه ولی فرصت زیادی نداشته یا امکاناتش نداشته. به هر حال اوضاع دیگه همانگونه که ایران گفته در تنگه هرمز مثل قبل باز نخواهد گشت. از ارائه جزئیات و حضور سپاسگزاریم زریر. همکارم احمد رشاد زریر آخرین تحولات در جهان به ویژه در خاورمیانه را با ما در جریان گذاشت و بیننده این گزارش همچنان باشید. پس از ناکامی مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در شهر اسلام آباد با میانجیگری پاکستان، کارولین لویت اعلام کرده است که همچنان امید برای ادامه روند گفتگوها وجود دارد و احتمال دارد دور دوم مذاکرات در پاکستان برگزار شود. در همین حال عاصم منیر پس از سفر به تهران قرار است فردا به ایالات متحده آمریکا سفر کند. همچنین سید عباس عراقچی در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه چین وانگ یی تاکید کرده است که تهران از مسیر مذاکرات صلح به دنبال دستیابی به یک راه حل واقعی با ایالات متحده است. خب مگر چند بار نگفتن نیروی دریایی رو از بین بردیم، نیروی موشکی رو از بین بردیم، مراکز حیاتی رو زدن. اما شما میبینید امروز ابتکار عمل به دست نیروهای قدرتمند نیروهای مسلح ماست. امروز نه فقط تنها مدیریت و کنترل تنگه هرمز به دست نیروهای مسلح ماست، امروز کلا مدیریت مقابله با این دشمن متجاوز خبیث و شقی به دست ماست. اونا دیگه نمیتونن برای ما تصمیم بگیرن، اونا نمیتونن زمان تعیین بکنن. کارولین لویت بار دیگر اعلام کرده است که دولت امریکا نسبت به پیشبرد مذاکرات با ایران خوشبین است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید امریکا شروط خود را به صورت روشن اعلام کرده و انتظار دارد ایران آنها را بپذیرد. او همچنین درباره محدودیت‌های مربوط به تنگه هرمز گفته است که این اقدامات شامل کشتی‌های می‌شود که به بنادر ایران رفت آمد دارند، اما ایالات متحده از آزادی تردد کشتی‌ها به سایر کشورها حمایت می‌کند. I will never set timelines on behalf of the President of the United States, but with respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented. ما نسبت به امکان دستیابی به توافق خوشبین هستیم. رئیس جمهور ترامپ در این مذاکرات خطوط قرمز خود را به طور بسیار واضح برای ایران مشخص کرده است و به نفع آنهاست که خواسته های ما را بپذیرند. ما همچنین روند این گفتگوها را زیر نظر داریم و می‌بینیم که چگونه پیش می‌رود. در همین حال رئیس جمهوری ایران نسبت به نقض قوانین بین المللی و حملات علیه غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. اینا خیال میکردن اگر مراکز انتظامی ما رو بزنن، مراکز بسیج ما رو بزنن، بعد مردم میریزن تو خیابونا و بعد مملکت رو تیکه تیکه میکنن. مردم ریختن تو خیابونا ولی در مقابلشون ایستادن، اومدن تو صحنه، ولی در حقیقت با مشت محکم که ما هستیم و شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. به این امید، وگرنه نیروی انتظامی رو تو بر چی میزنید؟ برای اینکه در حقیقت نوکر بر خودشون درست کنن، غافل از اینکه مردمی که امام داره، مردمی که خدا رو داره، مردمی که امام حسین رو داره، به هیچ وجه در مقابل هیچ قدرت و ظالمی سرخم نمیکنه. در بخش دیگر از تحولات وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرده است که پکن از ایران حمایت می‌کند و وضعیت کنونی را مرحله حساس میان جنگ و صلح دانسته که می‌تواند فرصتی برای تقویت روند صلح باشد. و به همین ترتیب می‌رسیم به پایان بسته خبری 5:30. حالا از شما دعوت می‌کنم با برنامه‌های دیدنی یک باشید.